زیر چادر سیرک کوچک. ببینین چه میکنن. ببینین چه اوجی میگیرن. شیرین کاریاشونو ببینین و خیلی چیزای دیگه. این سیرک کنه های دریاییه. اونا به دنیا اومدن تا شما رو خوشحال کنن. هورا! ما عاشق سیرک کنه های دریایی هستیم. کنه های دریایی هم عاشق شمان. یادتون باشه کنه های دریایی فقط برای شما اجرا میکنن. اونا از نظر عاطفی به ما اهمیت میدن. همین امروز برای سیرک کنه های دریایی خودتون درخواست بدین. من درخواستم و دیروز فرستادم و هنوزم منتظر هستم. حیف شد رفیق. چی؟ عروسک حیف شد رفیق. اینا همگی بیچارن. سلام باب اسفندی. امروز کلی چیزای خیلی باحال برات دارم. دفترچه راهنمای کفگیرت زدی؟ نه. پول فراوون از خیریه‌ای که تو شرکت کرده بودی؟ اینم نه. خب یه نامه از خونوادت؟ اینم نه. من بسته میخوام. بسته چی داری برام؟ بستم داری آقای پستی؟ نه بسته‌ای در کار نیست. میبخشی که ناامیدت کردم باب اسفندی. آخه چرا فکر میکنی من ناامید شدم؟ همه چیز که خوبه. چه اسفنج غمگینی، درسته؟ اسفنج غمگین رو معرفی میکنم. جدیدترین عروسک حیف شد. اسفنج غمگین. و لگد و چرخش و لگد گفتم بالاتر. حالا یه بالاتری نشونت بدم کیف کنی. گرم کنه ساق پای صورتی. بله منظور. خب منم عاشقشم. منم دارم. ما رفقای گرم کنه ساق پا هستیم. او بی خیال. منو بکشنم حاضر نیستم گرم کنه ساق پا رو با اون کلاه بپوشم. بهتره که برگردی دانشکده مد. راز میگه. الو دانشکده بود؟ من برگشتم. من دوباره متولد شدم. وایسا ببینم این بسته که اصلا مال من نیست. برای باب اسفندی اومده. این پوستی خیلی حواس پرته. حالا وقتی غذا خوردن دیری درلا. این کاسه که کاملا تمیزه. دیری دلددا. حالا یه عدد قاشق. با بلوزم برقش میندازم. این شیرم که بوی تازگی میده. قلات سپونه سر حالم میاره. دیم درم ددا. خودش حرکت میکنه. رم درم ددم. تو کاسم شبح وجود داره. رم ددم ددم. تو کاسم شبح وجود داره. تو کاسم شبح وجود داره. ها؟ آشپزخونم تسخیر شده. آروم باش اختاپوس جانم. تو فقط چون خیلی خسته ای خیالاتی شدی. همین. آره همینه. فقط باید کمی بیشتر بخوابی.
چی؟ هنوز دارم خواب میبینم. به سیرک کنه های دریایی خوش اومدین. وظیفه ما سرگرم کردن شماست. چقدر بامزن اینا. محشره. بعدی چیه؟ موقع نهاره. نهار؟ مگه من در حال خواب دیدن نیستم؟ آی من در حال خواب دیدن نیستم. این حمله کنه های واقعی. کجا رفتن؟ کلاه قشنگیه. قیافم محشر شده. خواهش میکنم با گاز گرفتن صورتمو خراب نکنین لطفاً. خرابش کردین. وای چرا این بلا داره سر من میاد؟ جدی؟ بی خیال. هی داری چی کار میکنی؟ هی راستش اینجا خیلی داره داغ میشه ها دوستان. هی شماها میخواین منو بپزین؟ از اینجا بیارینم بیرون. زردک؟ شماها دیوونه شدین. شماها گوشت لذیذی مثل گوشت منو با زردک میخواین مزه‌دار بکنین. لیمو لازم دارین. دین دین دین. چرا؟ چون گوشتمو ترد میکنه و یکم هم فلفل برای ادویه. خیلی بهتر شد. حالا بذارین بیام بیرون. آره حسابی دارین میپزین. وای نه، دکمه هام لگ شدن. کنه های سیرک حاضر نیستن برای تماشاگر با دکمه های لگدار برنامه اجرا کنن. موسیقی سیرک میشنوم. سلام اختاپوسه. فقط خواستم یه سوال بپرسم. تو که بسته‌ای به اسم من نگرفتی، گرفتی؟ کنه های سیرک من. بستم رسیده. بیا. این جبهه که خالیه که کنه ها کجا رفتن؟ سلام عرض شد کنه ها. امیدوارم بهشون غذا داده باشی. اونا خیلی گرسنن اختاپوس جونم. خیلی خوب بهشون غذا دادم. خواهش میکنم دیگه ببرشون خونه. رو چشمم. خیلی خوب دیگه بیاین این طرف. آفرین. حالا بیاین این سیرکو ببریم به خونه آناناسی من. همگی سوار شدین.
کنید که تمام روزهاتون روز سیرک کنه باشه. اینجوری محشر میشه. سیرک کنه مسخره. فقط نگاه کن چقدر همه جا رو به هم ریختن. این دیگه چیه؟ سوته.